سلام عزیزان، به کانال استلا خوش اومدین. من استلا هستم و امروز میخوام راجع به دک های قدیمی رایدر وایت که توی ایران افست چاپ میشده و جدیدتری صحبت کنیم، ببینیم که تفاوتاشون چیه. این ویدیو به درد کسایی میخوره که تازه میخوان طراحی رو شروع بکنن. من میخوام که یه مقایسه داشته باشم بین این دوتا. من فکر میکنم که این کارت هایی که من دارم شاید مال 6 سال پیش باشه. من با یک دک فانتزی تاروت‌هایی رو شروع کردم، ولی خب همونطور که دارید میبینید بعد سویچ کردم روی رایدر وایت اصلی و این اولین دک رایدر وایتی بود که من به دست آوردم و خریدم و خب توی ایران همچنان چاپ میشه، هرچند خیلی کمیاب شده، هرچند خیلی سخت پیدا کردنش، ولی خب چاپ میشه. و همونطور که دارید میبینید، من جلو نورم بگیرم میبینید یه برق لامینیتی داره و کارت ها خیلی شفاف و خیلی واضحه. سانسور خب داره قاعدتا، ولی خب سانسورش فقط مربوط به اون قسمت هایی که انگار که مثلا یک زن لخت هست یا یک مرد لخت هست سانسور کردن دیگه، طوری که مشخصه و دیدیم احتمالا. منتها این کارت هایی هن که یالا یه سری ضعف های چاپی دارن. مثلا چی؟ خیلی حجیم میشن بعد از یه مدت. یعنی شما اینو که میخرید این حجمش مثلا خیلی کمتر از اینه، شاید مثلا تا اینجا باشه حجمش، بعد یهویی حجمش زیاد میشه. من اگه اینو ول کنم ببینید، میبینید اینو، میبینید چقدر حجمش زیاده. مثلا عین این کارت های لامینیتی مثلا بیکیفیت هستن، این شکلی میشن. خب هرچند حالا من فکر می‌کردم که اینها خیلی بی‌کیفیتن و خیلی شاید مثلا یه چاپ افستی کرده یا رو که کرده باشه. خب منتها من بعداً فهمیدم که نه، گویا جدیدا اوضاعشون خرابتره، ولی بذاریم که من اول اینو یه بررسی بکنم بعد بریم سراغ این قضیه. ببینید یه سری چیزا که کلا تغییر نکرده، مثلا ترجمه ها که اصلا توی جدیدتر هم همینه، ولی خب همونطوری که دارید میبینید اصلا امپراتور مرد نیاز نیست باشه، یعنی امپراتور کافیه. حالا سجام بازم بهتره، ولی مثلا ابله هم خوبه، ولی مثلا اینجا نگاه کنید دیو، شاید دیو ترجمه مناسبی برای دویل نباشه. کلا ترجمه های غلط خورد الخصوص توی آرکاناها، ماژور آرکاناها در اصل خیلی بیشتره. مثلا اینجا عرابه و نیروی نهایی رو ما داریم، ما نیروی نهایی نداریم. این کارت دچریته، مثلا کارت عرابه است و اصلا نیازی نیستش که شما تفسیر دیگه ای بکنید از این کارت. منتها هست دیگه، این قضیه هست. مثلا یه سری جا پرانتز باز کرده برای خودش، یه سری جا اضافه کرده. مثلا استرنگث رو ترجمه کرده به نیروی نهایی، دقیقا فکر کنم یا نیروی درونی یا نیروی نهایی، یه همچین چیزی. در صورتی که کل چیزی که میتونست بنویسه این بود که نیرو یا قدرت یا یه همچین چیزی. خب ببینید این کارت ها درسته یه سری ضعف ها دارن، ولی خب بازم قابل استفادهن. من بهتون توصیه میکنم که اگر اون مثلا چاپ های قدیم رو پیدا کردین، چاپ هایی که مربوط 6 سال پیش، 5 سال پیش، 7 سال پیش اینطوری هست، اینا کیفیت های بدی ندارن. حالا درسته که شفافن و ممکنه توی ویدیوها چندان خوب نیفتن یا یه ذره شما به مشکل بخورید باهاشون، ولی بد نیستن، کارت های بدی نیستن. ما این کارت رو هم داریم، این رو من جدید خریدم که ببینم که تفاوتش با قبلی ها چیه. توی ظاهر بیرونی که هیچ گونه تغییر نکرده، یعنی دقیقا همون قضیه هست. منتها اینجا کتابش هم که همچنان داره چاپ میشه، هیچ تغییری هم تا جایی که من دیدم نکرده. کتابش ببینید یه سری جاش خیلی نامفهومه، شما نمیفهمید که داره راجع به چی حرف میزنه، ولی برای مبتدی ها بد نیست. برای کسایی که هیچ ایده ای ندارن که ترو چیه، هیچ ایده ای ندارن راجع به این که ترو مثلا شاید چی میخواد بگه. ببینید مثلا اینجا ببینید شرایط مساعد برای زندگی داخلی. خب یعنی چی؟ زندگی داخلی یعنی چی؟ زندگی خانوادگی. ببینید نگاه گوگل ترنسلیت ترجمهش کرده، ولی خب بد نیست شما مثلا یه تورقی بکنید. مثلا اینو ببینید، مردی هوشمند، خردمند و صاحب عقیده. مثلا این بد نیست. خب ولی مثلا همین مردی هوشمند، خردمند و صاحب عقیده برای کارت های کینگ آف سواردز هم میاد. برای کلن سوارت ها هم این کلن صادقه این قضیه.
برای بهتون میگم که زیاد به این قضیه انگار که اکتفا نکنید بهتره. و خب ولی بخونیدش، تبرک بکنید اگر اول کارید. اگر اول کار نیستید که اصلا اینو بندازید بره. خب این همچنان ثابته، یعنی شما اون شماره تلفن رو میبینید، آدرس هم داده. من توصیهم بهتون اینه که اگر مثلا میخواید بخرید خودتون رو گیج نکنید توی تورو و دیوار و اینا. من از توی تورو اینو پیدا کردم، ولی اگر زنگ میزدم احتمالا جواب بهتری میگرفتم. بریم سراغ بقیهش ببینیم که چه خبره. خب ببینید کارت ها که اصلا تغییر نکرده، همونطور که دارید میبینید کارت ها کیفیتش تقریبا همونه. مثلا این دوتا رو اگه بخوام هم دیگه مقایسه بکنم میبینید که رنگا تقریبا همونه. منتها حالا یه قضیه که پیش اومده اینه که این کارت ها اولش بهتون گفتم که انگار مثلا خیلی تورم نداره. اینها ببینید چقدر کمه، مثلا خیلی راحت توی دست جا میشه. حالا مقایسه کنید با این، ببینید حجمو ببینید چقدر زیاد میشه یهویی، به خاطر اینکه این کارتا آب به خودشون جذب میکنن، چربی به خودشون جذب میکنن. چاپشون یه طوریه که هر چیزی که پیش بیاد و واقعا هر چیزی که روی دست شما باشه، توی محیط اطراف باشه رو به خودشون جذب میکنن. حالا مشکل اصلی این کارتا اینجاست که یعنی خیلی چاپ خوبیه و اینها، منتها شما یه کوچولو بر بزنید اینا رو، یه روکش مات داره. ببینین حالا من بیاد تو دستم نشونتون بدم، ببینید برق نمیزنه زیاد. حالا روش مثلا یه ذره چیز داره، حالت لامینیتیه، ولی خب خیلی مات‌تر از اینه، در اصل مات‌تر از اون نمونه قبلیشه. پشتش کاملا یه روکش، میبینید دست میزنم صداشو میشنوین، یه روکش مات داره. بعد این به مرور زمان در میاد، یعنی شما بر که میزنین اینطوری لون میشه میاد بالا. اینو بکنید، کلا روکشاشو بکنید، هر جا که احساس کردید که داره در میاد بکنیدش. حالا چرا این توصیه رو بهتون میکنم؟ به خاطر اینکه چاپ زیرش چاپ مقوایی بی‌نظیره، یه مقوایی که ورم نمیکنه، دچار تورم نمیشه، بی نهایت خوبه برای شروع این کارت ها. من این رو بهتون توصیه میکنم. منتها تا دستتون رسید و هر جا که احساس کردید داره ور میاد برش دارید. مثلا اینجا رو میبینیم یه چیزی حالا اینجا گیر کرده، داشتن روکش میکشیدن گیر کرده اینجا، این ور میاد، بکنیدش. اصلا خودتون رو درگیر این نکنید که وای نه کارتم خراب میشه و اینا. من کردم این کارو، با این نه با یه سری کارت های دیگه کردم. هر چقدر این کارو بیشتر بکنید کارتاتون راحت تر بر میخوره و یه چاپ مقوایی بی‌نظیر توشه. به نظر من توی این قضیه یه ذره پیشرفت کردم. ولی اگر دنبال یه چیزی هستین که توی دست مثلا راحت باشه و اینها، من شاید این رو بیشتر بهتون توصیه بکنم، چاپ‌های قدیمی‌تر رو بیشتر بهتون توصیه بکنم. خب پیشنهادم بهتون اینه که ولی زیاد مثلا پیکی نباشین، زیاد مثلا دنبال این نرید که وای نه چی خوبه چی بده. فقط شروع کنید تاروت خوانی رو. من این رو بهتون توصیه میکنم. خب یه بار دیگه من آدرس رو هم براتون میذارم و تلاش کنید که باشون تماس بگیرید. زیاد خودتون رو درگیری نکنید که وای کجا پیدا کنم. اون تماس بگیرید، بپرسید ازشون، خودشون بهتون میگن. امیدوارم در ویدیوهای دیگه ببینمتون. فعلا خداحافظ.